شرکت اینوایتد رود سالوشنز التدا یا IRS که مسئولیت نگاهبین شورای دوشنبه خوجند چنوق را در دست دارد، شام 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که خوف ترکیدن ماشین گاز که در کیلومتر 27 راه دوشنبه خوجند چنوق به صدمه دچار شده بود برطرف گردیده و به حرکت تمام نمود نقلیات توسط این شورای یگانه بین شمال و مرکز تاجیکستان اجازه داده شد. IRS به رانندگان و مسافران برای درک مویت تصمیم موقتا من نمودن روهای ماشین ها و همدیگر فهمی کامل در این مسئله اظهار سپاس کرده است. شرکت ایراوطن با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که گاز مایع از ماشینی که دچار صدمه شد و ماشین‌های دیگر انتقال دادند. IRS نیمه دوم روز 15 نوامبر سال 2023 ساعت 14:30 اعلام کرد که چند لحظه پیش در کیلومتر 27 راه دوشنبه خوجند چنوق یک ماشین بورکش برای انتقال گاز پیش بینی شده به صدمه دچار گردیده است. با نظر داشت آن که خوف ترکیدن اتومبیل مذکور وجود دارد، در موافقت با ساختارهای دخلدار حرکت نقلیات توسط این شورا موقتا منع کرده شد. شورای دوشنبه خوجند چنوق بر پایه قریب 300 میلیون دلار قرض قطعه بازسازی شده سال 2009 پولکی کرده شد. همان وقت مسئولیت نگاهبین و پولچینی در این شورا را به شرکت نوآشنای IRS که در یک منطقه آفشوری در خارج از تاجیکستان ثبت نام شده است سپردند. برخی منابع میگویند صاحب این شرکت جمال‌الدین نورعلیف، داماد پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شوهر آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. خود نورعلیف این را رد میکند.